سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. دیدار معاون اداری رئیس وزراء با مسئول اداره ادویه وزارت صحت ازبکستان. تخریب 570 خانه در سیلاب‌های اخیر در ولایت خوست. و جان باختن دست کم 34 تن در پی تازه ترین حملات آمریکا و اسرائیل بر برخی مناطق ایران. امروز دوشنبه 17 ماه حمل سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزراء با عبدالله عزیزوف مسئول اداره ادویه وزارت صحت ازبکستان دیدار کرد. عبدالله عزیزوف از آمادگی تاجران و سرمایه‌گذاران این کشور برای سرمایه‌گذاری در بخش واردات و توزیع ادویه در افغانستان خبر داد و افزود که کشورش متعهد به صادرات ادویه با کیفیت به افغانستان است. او همچنان از همکاری در بخش تامین تجهیزات لابراتواری و ارتقای ظرفیت کارمندان لابراتوارها در کشور اعلام آمادگی کرد. در همین حال مولوی عبدالسلام حنفی سرمایه‌گذاری ازبکستان در بخش ادویه را گام مهم دانسته و تاکید نمود که امارت اسلامی افغانستان امیدوار است روابط اقتصادی و تجاری دو کشور بیش از پیش گسترش یابد. مستغفر گربز سخنگوی مقام ولایت خوست میگوید که در پی بارندگی شدید و سیلاب‌های چند روز اخیر در خوست 570 خانه به گونه کلی و قسمی تخریب شده است. افزون بر این 110 جریب زمین زراعتی تخریب شده و زمین‌های دیگر نیز با خطر جدی نابودی روبروند. با گفته گربز دو زن در مرکز این ولایت نیز در نتیجه این حوادث زخمی شدند. هند برای آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در افغانستان کمک‌های بشردوستانه فرستاد. رینتر جیسوال سخنگوی وزارت خارجه هند میگویند که این محموله شامل لوازم آشپزخانه، بسته‌های صحی، ترپال و دیگر وسایل میباشد. او افزود که هند در کنار افغان‌ها ایستاده و ارائه کمک و حمایت بشردوستانه خود را ادامه می‌دهد. و در اخیر در پی تازه ترین حملات آمریکا و اسرائیل بر برخی مناطق ایران شمار جان‌باختگان به دست کم 34 نفر افزایش یافته است. بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره در شهر تهران دست کم 23 نفر از جمله 6 کودک جان باختند. همچنین در یک حمله بر منطقه مسکونی در شهر قم در جنوب تهران 5 تن جان باختند. در همین حال 6 تن دیگر در شهر بندر لنگه در جنوب ایران جان خود را از دست دادند. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.